doing guys؟ چه خبر؟ خوبین؟ میزونین؟ هفته پیش انگلیسی رفتیم، هفته فارسی بریم. چطوره؟ یکم آماده. وای عوض کنیم. هفته پیش حس کردم خیلی وای یهو رفت توی فاز دیگه و خیلی جدی، همون حالتی که تو اینترویو بهتون دست میده استرس میگیرین. هفته پیش همه استرسی شده بودن. چه خبر برای بچه خوبین؟ سلامتی، شما چه خبر؟ ما هم خوبیم. ما بدو لایف as always. باید بدوی بسازی. باید بسازی همش هم چالش. چالش میده با حلش کن. چالش میده حلش کن. فعلا تا که باشه از این آره، تا به قول شما تا باشه از این چالشه باشه دیگه. حالا باید یه برنامه جدیدی، چون پست گذاشتم براتون 3 ساعت من دیگه باید در روز درایو کنم and I hate it. اصلا اونقدر تنبل شدم فقط دوستام جلوی کامپیوتر باشه. Now I have to drive 3 hours a day. Welcome to the club, Alex. به خدا I was thinking چند روز الان 3-4 روز دارم این کار میکنم. I'm so tired. یعنی بعد آخه من مشکل چشمم دارم، یعنی وقتی متوجه شدم به خاطر چشمامه که اذیت میشم وقتی درایو میکنم، خسته میشم. حالا میخوام برم چشم پزشک، ولی متوجه شدم که you guys are really killing it. دمتون گرم. یعنی اصلا work from home یه چیز دیگه است. خیلی راحته، خیلی انرژی سیو میکنه آدم، ولی 3 ساعت میری میای اصلا ددی. حالا فکر کن کار جنرال داشته باشی بخوای بریم مثلا یه جا وایسی کار کنی، الان تازه درکتون میکنه. حالا اینکه کار جنرال نکرده باشم و قبلا کردم یادم رفته بود، ولی الان که خسته میام خونه اصلا چشا خسته اینا میفهمم او مای گاد من بچه‌ها چقدر کار میخوام مثلا اینا تازه بیان خونه و لینکدین رو واسه من نتورکینگ کنم. It's hard guys. Now maybe مثلا دلیلش این بود که من شما رو بیشتر درکتون کنم. maybe خدا خواسته که من برم این کار رو بکنم، روزی جاب سایت رو برم. I don't know. So far so good. ما چه راضی خبر؟ نیستیم امتحان کنیم، ما راضی نیستیم شما این کار بکنین، درک کنین ما رو. بیشتر دوست داریم که شما تو خونه کار کنین، بیشتر برای ما. آره من خودم هم دوست دارم، ولی دیگه this is a new ask and requirement. حالا موقته، همیشه اینطوری نیست دیگه. اونم یه حالا سری تو راه هم میرین منظرهای قشنگ دیدین، حالا میتونین برای ما فیلم آره بگیرین. اتفاقا دارم فکر میکنم یه دونه تسلا بگیرم که خودش بره، اونطوری راحت تره. ولی داشتم یه مقاله میخوندم یکی همین کاری کرده بود، مرده بود. تسلا رفته بود با 130 تا کوبیده بود. یه انجینیری همین کاری کرده بود تو سیاتل بود. آره همینطوری با تسلا اعتماد کرده بوده، میشسته کاراشو میکرده، تسلا میرفته میومده. بعد حالا نمیدونم I'm thinking، ولی آره شاید اصلا بتونم یه ستاپی بذارم از تو ماشین، اصلا اون 3 ساعت رو بکنیم یه کار جدید، یه پادکست جدید. اتفاقا داشتم فکر میکردم که 2 تا پلن بذارم کانسالتینگ بهتون بدم، یعنی بچه‌ای که وان تو وان میخوان، چون من وان تو وان نمیدم و وقتشو ندارم، شاید بتونم مثلا روزی 1 ساعت وان تو وان هم بدم بهتون. حالا وان تو وان میتونه 2 مدل باشه، یه مدل سوپر کانفیدنشال که باید پی بکنین، شیر نمی‌کنیم. یه مدل باشه که مثلا خیلی ارزون باشه یا اصلا مجانی باشه که اونو بعد ضبط کنیم شیر کنیم تو یوتیوب و اینا. Maybe that's just an idea. حالا باید بهش فکر کنم. بستگی داره چقدر نیاز داشته باشیم به این وان تو وان. اگه کسی وان تو وان میخواد به من بگید که من بدونم، مثلا همین الان لایک بدید که کی وان تو وان میخواد. اصلا بچه‌ها وان تو وان میخوان، نیاز دارید وان تو وان فکر می‌کنید really؟ او زیاد شد. اوکی پس من میذارم روزی 40 دقیقه وان تو وان هر روز صبح ساعت 6 صبح تا 7 صبح که من تو جاده‌ام، وان تو وان رو میذارم بوک کنید. فرست کام فرست. خوبه؟ نذارم بعد نیاید. پولیه ها، مجانی نمیکنم ولی ارزون. دو تا آپشن بهتون میدم. آپشن ارزون شیر میکنم، مارکتینگش میکنم. آپشن گرون بین خودمون میمونه. عالی. اوکی خیلی زیاده. اوکی شاید وان تو وان گذاشت. یکی بیلاخ منفی داد. بهنود مثل که خیلی خوشحال نیست. چرا بهنود؟ مشکل چیه؟ واقعا چند تا سوالم داشتم راجع به کلا محتوای کامیونیتی و اینا.
راجع به همین قضیه نه الان بگو چرا بیلاخ دنبالش. منفی دادی یهو اول تریبون رو خیلی ندادی. الان وضعم خراب شده دیگه. الان یه 259 تا یه 249 تا باید یه جا بدم واسه اینکه اینترویو اسکیل دی فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم اون باید باز بشه. یه دونه مجبور بعد نیستی، لولامو میتونستی مثل دارم اون بچه میبرم هایی بالا. که اومدن پریسل خریدن اون خب من اول بچه ها نبودم چیکار 150 کنم، من دیر فهمیدم. من وگرنه دیر روز نفهمیدی، اول دیر که ویدیو شما الان رو من برم دیدم. ببینم لینک رو یه ماه پیش گرفتی دیر اومدی. نه بابا، نه به خود من همون موقع که گرفتم همون لحظه اپلای کردم، این ساعت اونقدر خوبی آدم بازش. هستن خیلی جالب بچه روی اینستاگرام مثلا یه سری اومدن 2 ماه پیش لینک گرفتن نیومدن، بعد الان هی نتیجه ها رو میبینن، فالو میکردن همون، بعد الان هی نتیجه رو میبینن میان مسیج میدن تو رو خدا ما چجوری بیایم تو فلان، بعد بهشون لینک میدم میرم میگه این که گرون شده اون موقع $30 بوده $33 بوده. میگم this is it، اصلا this is the game، دیر بیای باید هزینه شو بدی، هر کی زودتر بیاد باید ارجحیت داشته باشه به کسایی که دیرتر میان و کسایی هم که میرن باید بدونن که با هزینه بیشتری باید بیان، اصلا استراتژی ما اینه. ولی دوره رزومه رو برای یه خبر خوب دارم، کردیمش $199. برو بخر چون دوباره برش میگن یک کم ارزونش کردیم چون خیلی ها میخواستن. یه سوالم داشتم، اونایی که خودتون واقعا کامیونیتی برو از بودین بچه هایی که کامیونیتی خوبیش همینه بچه ها، کامیونیتی خوبیش اینه که شما هم اکسس داری، میدونی مثلا من از این مثلا چیزای دیدی دوره میان میفروشن میخری هایپت میکنن، من دیدم دیگه میدونم اصلا میدونم چیکار میکنن، بازیشون اینه میان هایپت میکنن میارن بالا میارن بالا 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 بالا، مثل اینکه این فرصت تکرار نشدنی فلان بیا بخر 1 میلیون 2 میلیون مثلا مردم میگیرن یه دوره رو بهشون میفروشن، بعد تو دیگه اصلا هایپی پول رو میدی دوره رو میخری بعد دیگه اصلا وقت نمیکنی دوره رو ببینی، اگه خوبم باشه وقت نمیکنی یعنی مثلا نمیرید انرژی نه، چون اصلا اشتباهه دوره به نظر من اشتباهه. کامیونیتی سولوشنه که شما اینتراکشن داشته باشی کلابریت. الانم من میگم اصلا نخر، برو با بچه‌هایی که این کورس رو گرفتن حرف بزن، چون اونا به من میگن که بابا این $3000 میارزه، این تکنیکایی که یاد میدیم. تازه جلسه سومش هم مونده، بچه‌هایی که زود شرکت کنن جلسه سوم من خودم اینترویوتون میکنم، اینم دوباره از فیدبک بچه‌ها بهش رسیدیم، یعنی یکو ساختیم 2 رو ساختیم هی بهشون تمرین دادم، با بچه‌ها که میسازم این کورس‌ها رو خیلی خفن در میاد، مثلا همون دوره 7 روزه، چون با بچه‌ها اگه می‌خواستم خودم واسم جلو دوربین بسازم اصلا اینطوری نمیشد، نه اینقدر سوالای خوب تولید میشد نه اینقدر مشکلات. مثلا دوره اینترویو من مخصوصا 3 جلسه کردم که 2 جلسه بچه‌ها فیدبک بگیرم، کار بدم، ضبط کنن، بیان که بفهمم اصلا مشکل اکثر بچه‌ها چیه، و فهمیدیم الان جلسه آخرشو اون اسپیچشون رو باید بیان جلو من بدن باشون اینترویو، یعنی سیمولیشن اینترویو، برای همین اگه بجنبی میتونی به اون برسی، به اون جلسه سومه برسی، هفته دیگه است. برای همین و بچه‌ها میگن $3000 میارزه، برو با شیدا صحبت کن، با مهتاب صحبت کن، دیگه نمیدونم کیا بودن، 20 نفر بچه‌ها بودن تو اون کلاس، امیر صحبت کن، 20 نفر بچه‌ها اومدن اون پریسلش رو شرکت کردن و جلسه سومم ساخته بشه دوباره یکم دیگه گرونش می‌کنیم چون واقعا کلاس خفنیه. برو از امیر بپرس، برو از شیدا بپرس، اصلا الان نخر، اول اطلاعات بگیری. خوبی کامیونیتی همینه، همتون با هم حرف میزنیم، میین از هم میپرسیم، با هم دوستیم و ما اصلا نمیتونیم کار ایلیگال بکنیم اینجا، چون همه چی روه، همه چی آنسته و این کورس ها رو من با خودتون میسازم. چت جی پی تی رو الان من مطمئنم بالای $5000 میارزه، اگه بخوام بفروشمش، بخوام تبلیغ کنم رو چت جی پی تی حرفه‌ای کار کنم $5000 باید بفروشمش چون خیلی خفنه. چقدر بچه‌ها خریدن؟ $20 $30 فکر دوره اولیه اومدن خودشون هم قیمت دادن، گفتم من اصلا قیمت نمیدم، شما هر چقدر بگین من همونقدر براتون میفروشم. دوره اولیه اومدن $20 خریدن، بعد شد $50 بعد شد $100 نمیدونم چقدر، ولی واقعا این کورس‌ها با ارزشه بچه‌ها، خیلی با ارزش. من یه تستمونیال بدم الکس جان بابت رزومه. کلاس رزومه رو من شرکت کردم، دوشنبه صبح یه رزومه یه اینترویو داشتم، گفتم با دریم کمپانی یه رزومه یه اینترویو دارم. آره آپدیت هم بده ببینیم چی شد اصلا.
آره رفتم اونجا. اول بگم که من هیچ وقت اینترویو حضوری تخصصی نداشتم. حتی تو شغل قبلیم هم که تو ایران بودم، خب من جزو رتبه برترای اون آزمون بودم و دیگه همینطوری استخدام شدم. هیچ وقت یعنی این تجربه رو نداشتم که برم حضوری توی یه جلسه اینترویو با 3 تا آدمی که تخصصشون اصلا این کار بود. فقط من فکر می‌کردم فقط هایرینگ منیجره، ولی دیدم مسئول بخش و اون کسی که کارش این بودن و کارش هم چون حالت سنیور داشت و خیلی هم من یه جورایی مچ کرده بودم، حالا هم رزوممو و سوابق شغلیمو مچ کرده بودم به این قضیه دیگه. حالا با کلاسی که داشتیم و تمرینایی که شما داده بودیم من سعی کردم تقریبا از 2 روز قبلش فقط داشتم تمرین می‌کردم. هی اون 5 دقیقه رو هی تمرین می‌کردم با خودم، متنشو درآوردم، چند بار با خودم گفتم و سعی کردم روی بادی لنگویجم کار کنم. و وقتی رفتم تو جلسه، حالا یه ذره اولش واقعا استرس بهم غلبه کرد، ولی سریع خودم رو جمع کردم، یاد حرفای شما افتادم که حالا به هر حال چه چیزایی رو باید رعایت کنم. بادی لنگویجم رو دست دادم مثلا همون اول، با اینکه نشسته بودن خیلی آدمای خیلی چیز نبودن، ولی وقتی دست دادم خیلی ارتباط خوب شد و شروع کردم شوخی کردن. و اون نکته‌ای که شما گفتی که اسم CEO رو بلد باشید اصلا معجزه کرد. اصلا یهو یخ جلسه باز شد. خیلی اصلا فکر کردن که من اصلا اینو میشناسمش. در این حد جف چطوره؟ حالا جف چطوره؟ نه گفتن که آره مثلا باید شما به ایشون گزارش بدی. گفتم نیکول، اسمشو گفتم و گفتن که میشناسینش. گفتم آره ایشون باید به CEO ریپورت کنی. آره. پس خیلی رول خفنیه. رولش خیلی بالا بود. آره بعد گفتش یکی از سازمان‌های روانشناسی بزرگ اصلی کاناداست که اینجا شعبه داره. و خیلی جالب بود که وقتی اینو بهشون گفتن که میشناسیش. گفتم دانشگاه خود ما دکتراشو گرفته. یعنی اصلا در حالی که اون پوینت هم زدی تو این پوینت. آره. در صورتی که من هنوز پندینگ بودم، اصلا ایشون من تایید نکرده بود ولی من استفاده کردم از این موضوع. ببین دارین یاد میگیرید دیگه، دارین تکنیکال. آره ولی میگم خیلی خیلی مصاحبه پیچیده‌ای بود، چون هم تخصصی بود، هم اولین بار بود من اصلا مصاحبه می‌کردم. یعنی قبلش حتی تلفنی با ریکروترم حرف نزده بودم، هیچی. همه چی رو همون جلسه پرسیدن ازم. به شدت سنگین بود ولی سعی کردم تا آخرین لحظه حالا خودم حفظ کنم. مطمئن نیستم حالا قبول بشم ولی خیلی ببینید بچه‌ها اینم بگم اصلا پرسونالش نکنید. خیلی موقع وقتی جابو نمیگیرید 1000 تا دلیل داره. باجت قطع میشه، اصلا اونا نظرشون عوض میشه، اصلا فامیلشون رو میارن. شما کارتون رو درست انجام بدید. شما اون مسیر رو برید، بعدم با یه گل بهار نمیشه. من هم میگم یکی از بچه‌ها امروز اون مسیر من اینترویو دارم، اصلا اکسایتد نشو. میدونم اینترویو خیلی هم شرکت خیلی خفنی، همتون هم میشناسین. اکسایتد نشو، هی بری اینترویو. بعد آپشن، من همین الان قبل این جلسه پست گذاشتم، برید بخونید راجع به آپشن‌های خودم. حتی گذاشتم که مثلا this is it, I'm looking for a new job. نه اینکه الان، ولی I'm considering my options دیگه. چون که شما همیشه این چیزی که من به شما یاد میدم که مولد رو بساز، مولد لید جن تو رو لینکدین بساز، همیشه این برات هست، همیشه برات جواب میشه. من هیچ وقت جابلس نموندم چون اون مولده رو دارم. همیشه با منیجرم حال نکنم خدافظ. یه جوری شما همیشه باید آپر هند داشته باشید. اینطوری نیستش که مردم اینطوریه، طرز تفکر مردم، عموم مردم او مای گاد جاب سکیوریتی صفره. مثلا من خانومم یه دوره‌ای رو میره یو ایکس، یه معلم خیلی معروفی هم میگه اومده به ما گفته تو آمریکا جاب سکیوریتی صفره، جاباتون رو بچسبین. گفتم ببخش غلط کرد. اون وقتی هیچی از جاب حالیش نیست، یو ایکسش رو بلده فقط. بعد اومده به شما داره دلتون هم خالی میکنه جاب سکیوریتی. نه اصلا اینطوری نیست. جاب سکیوریتی اگه این مولد لینکدینی که من بهتون میگم بسازین، جاب سکیوریتی 100%. چون به محض اینکه شما دیگه تصمیمی که با جاب حال نکنی، یه جاب دیگه میتونی سریع بگیری. این چیزیه که من بهتون یاد میدم بسازین. و همتونم که قدیمی ترین حداقل 2 ماه اینجایی میدونین، میفهمی حرفم چیه، رفتین ساختین نصف راهی تا الان. در صورتی که شما اپورتونیتی رو برای خود درست میکنید، نمیشه این اپورتونیتی بیاد که. شما اپورتونیتی رو درست میکنی برای خودت به خاطر اینکه این تکنیکایی که بهت میگم اینا تکنیکای لایف تایم. اینطوری نیست بری اولین جاب توی تمام شه. تو تازه جاب میگیری، تازه یاد میگیری که جاب بعدی رو چجوری بهتر بگیری، چجوری نگوشیت کنی کارتو عوض کنی، چجوری نگوشیت کارتو بهتر.
چرا من اینا رو میدونم؟ چون من کارم اچ آر بوده، از قلب اچ آر. یکی که خوره بوده خودش همش جاواشو عوض میکرده و دوست داشته کمپانی بزرگ کار کنه، از قضا اومده رفته وارد اچ آر هم شد. تو بکنید دو تا قدرت به هم وصل شده. برای همین تونستم این مولده رو هم بر خودم بسازم، هم دارم به شما یاد میدم بسازیم. رایگان هم دارم بهتون یاد میدم. یعنی این مولده خودش تا آخر عمر به شما جاب میده. حالا جاب $100,000 بگیری، زمان لایف تایم تو زد در 100,000 کن. 40 سال میخوای کار کنی، 40 تا $100,000 این ارزش این مولدی که من بهت میدم. کار $300,000 میخوای اوریجت بعد بشه 300 تا دیگه، چون از 100 تا 500 تا 40 سال هم میخوای کار کنی. خب 40 سال 40 تا $300,000 حساب کن، میشه $12 میلیون ارزش چیزی که من بهت میدم. مولده، یه مولده که $12 میلیون تو 40 سال داره بهت میده، چون هیچ وقت جابلس نمیمونی، واقعا نمیمونی. و من به پروداکتم ایمان دارم، چون خودم کردم، به شما یاد دادم، خیلی‌ها ساختن، خیلی‌ها کردن. دارین میبینین دیگه. الان برید تو وال آف هارت، چیه وال آف هارت، یا برید تو ممبر وین بخونین، بچه‌ها دارن دقیقاً همینا رو انجام میدن، دقیقاً همینا رو میسازن، جاواشون رو پیشرفت میدن. فقط اونایی که شماهایی که جاب ندارین، اولین جاب سخته، اولی رو بگیری بری تو سیستم، دیگه تو سیستم میمونی. مخصوصا با این چیزی که الان بهت یاد دادم ساختی، چون تخصص رو داری، فقط مشکلت اینه که نتورکر رو بسازی. میدونی وقتی هم نتورک داری هیچ وقت جابلس نیستی، چون دیگه اپلای نمی‌کنی. من نمیدونم مثلا این سیستم اپلای رو کی بهتون یاد داده، کی به دنیا یاد، کی به همه یه مدل فقط بلدن برن دنبال کار. تک و توک میان میگن آقا ما نتورکی کارمون رو گرفتیم. الان داشتم رفتم یه دقیقه تو اینستاگرام، یکی اومده بود نشون من 43 سال آمریکا زندگی میکنم، مهندسم، الانم ریتایر شدم، همیشه هم جاب داشتم. این آقای الکس راست میگه، فقط با نتورک من کارامو گرفتم. فقط نتورک دیگه، راه دیگه نداریم. شما بعد نتورک رو باید بسازی، نتورک خودش نمیاد. اما عمو خاله و دایی نیست تو نورت امریکا، حداقل نیست. باشه هم هستا، ولی باشه هم به درد نمیخوره، همون جاب سکیوریتی میشه که نداری. باید یه چیزی بسازی که جاب سکیوریتی دیگه کانفرم باشه دیگه، خیالت راحت بشه، شبکه‌ای از آدمای این کاره تو اون حوزه خودت داشته باشی که رو هوا جاب عوض کنی، جابتو بهتر کنی، اپورتونیتی ها رو ببینی، بهت ریفر بشه. الان مهدی میفهمه من چی میگم، رفته تو کانستراکشن زده، همه رو پاشته شده. یه سوالم میشه بپرسم؟ بفرمایید. حالا باز در ادامه همین فعالیت هایی که شما به ما یاد دادین، من حالا اپلایمو من به بچه‌ها بگم، بچه‌ها نرگس که پرسید دستا رو بالا کنیم، سوالا رو بپرسیم که دیگه این جلسه رو خوب استفاده کنیم. به ترتیب من میگم. الان زارا بعد شما بره، بعد مهدی بره، بهنود سوال داشت، بعد مهنود بره، حالا هر کی دستش رو بالا. الان من 2 تا مصاحبه دیگه گرفتم، یکیش کاله، یکیش ویرچواله. دوتاش هم شرکت‌های خیلی بزرگ کانادا هن. واسه یه کاله که تلفنیه، حالا واسه ویرچواله رو سوالم اینه که بیشتر تو ویرچوال، چون متنی که توضیح داده نوشته که میخوایم خودتون مثلا فرصتی داشته باشین خودتون بیشتر رزومه مثلا نشون بدین. میخوام ببینم سوال تخصصی پرسیده میشه یا بیهیویرال. خب با ببینید چه استیجیه، مهم نیست ویرچوال یا کال. اولین بار دیگه داره تماس میگیره. اولین باره احتمالاً آخه بازم نمیتونی بگی. خب مثلا بعضی موقع اولین بار منیجر میاد باهات صحبت میکنه، بعضی موقع نه ویرچواله، از ایناست که سیستم سوال میزنه شما فقط باید توضیح بدی که بعد ریکروتر زنگ بزنه. من میگم ویرچوال یعنی مثل ما الان. نه ویرچوال یعنی اینه که سوالا مشخصه، شما اصلا با دوربین حرف میزنی، آدمی نیستشون پشت. بپرس ازشون. بانک قبلا داشتم یه همچین مصاحبه. بپرس ازشون. خیلی موقع این سیستم‌های ویرچوال جفتشه و ادپتیوه، یعنی بر اساس جوابای شما یه سوال دیگه بهت نشون میده. به اینا میگن سیستم‌های ادپتیو. سوالا واسه همه اپلیکنت‌ها مساویه برای اینکه عدالت رعایت بشه. آها. پس اگه برای همه اپلیکنت‌ها مساویه، تو بیشتر بیهیویر باید باشه. آره. بعد اکثرا هم مرحله اول چون میخوان اینا تسکای رپتیتیوشون رو چیز بکنن، اتومات بکنن،
اصولا وقتی سیستم ببین این سوال تو بذار اینطوری بهت جواب بدم. میخوام خیلی حرفه‌ای یه نکته الان بهنود حال میکنه چطور به مغز من هست. ببین الان تو میخوای، چرا من این نکته رو بهتون میگم نمیدونم، همه رو دارم رایگان بهتون. ببین تو الان میخوای بفهمی که اون سیستمی که تو رو اینترویو میکنه چیکار میکنه. خب میخوام بهتون ریورس انجینیرینگ یاد بدم، خیلی خفن. تو الان میای فکر میکنی، میگی که خب اون شرکت نشسته بوده یه بابایی یه اپی ساخته، یه سافری ساخته، رفته به اینا ریچ کرده، اپروچ کرده، گفته آقا بیا این سافر منو بخر. گفته سافر چیه؟ گفته سافر من کمکت میکنه رکروترات سیف تایم بکنن، بیاد کاندیدات رو برای چیز بکنه، مانیتور بکنه، مرحله اول رو انجام بده، ویرچوال و فلان. خب پس اونم مخ زده شده گفته آره چه فکر باحالی کردین و بیاین سافرتون رو بدیم ما سابسکریپشن و ما اینا استفاده. خب حالا تو الان میتونی بری به چت جی پی تی بگی یا خودت سرچ کنی بگو چه نرم افزارهایی هست، مثلا خودت رو به عنوان کمپانی ارائه بدی به چت جی پی تی، بگی من یک کمپانی ام میخوام اسکرینینگ چیزو کاندیداتای مرحله اولمو ویرچوال بکنم، چه نرم افزارهایی هست. خب بعد یه سری نرم افزار برو تو اون نرم افزارا رو تحقیق کن، ببین چه نرم افزارهایی هست که باهاش کار ویرچوال اینترویو میکنن. بعد یکم راجع به اون نرم افزارا بخونی کاملا دستت میاد. حتی میتونی از اون شرکت‌ها دمو هم بگیری. اگه یه دونه ایمیل بیزنسی داشته باشی بگی من بیزینس دارم، به دمو هم میدن. آقا اینطوریه این اتفاق. یعنی شما با یه ریورس انجینیرینگ ساده خودتو گذاشتی جای کمپانی که قراری همچین نرم افزاری داشته باشه. فهمیدی؟ خیلی خیلی توش مغز این چیزی که بهتون یاد دادم. ولی شما قشنگ میتونی برید ته قضیه رو بخونی. ببین پس اینطوریه این ویرچوال سیستما، چون سیستم دیگه چیز راکت ساینس یعنی یه سیستم، یه بابای بیکار بوده نشسته ساخته رفته فروخته به اینا هم گذاشتن جلو شما که مرحله اول مثلا یه مثل من که الان ای آی گذاشتم رو پیجم همینه دیگه. اونقدر ریکوست زیاد بود تنهایی نمیتونستم جواب بدم، یه ای آی گذاشتم، ای آی داره با مردم حرف میزنه، بر اساس جواباشون یا فیلتر میشن ایران میزنن، ایران میگن ببخشید نمیتونید، از ایران قبول نمیکنم اصلا. چرا؟ چون لینک هم بدیم نمیتونن اپو دانلود کنن مثلا. تمام ایران میگه ببخشید شما از ایران این اتفاق بگه ایران نیستم خب آنبورد میشه. همین راحت. شما همینه سیستم رو برو بشناس. ببین خیلی هم آپشن نیست، یعنی احتمالاً 10-20 تا آپشن بزرگه که یکیش هم بری سرچ کنی میفهمی قشنگ ویرچوال چیه. ببخشید عذرخواهی می‌کنم. من فقط می‌خواستم بگم من تجربهشو داشتم. حالا اگر نرگس جان دوست داشت بعد از چیز به من پیام بده من میتونم باشه. این هم قدرت کامیونیتی. برید با هم. ممنونم مرسی. خب نفر بعدی زارا بود. بفرمایید. بله. ولی چقدر من با استایل زارا حال کردم. توی آشپزخونه کارشو کردم. اینطوری باشید بچه‌ها، راحت باشید. اگه تو دستشویی هم هستید روشن کنید سقفونشون. راحت باشید. خیلی مهمه ها، برای وایب کامیونیتی خیلی مهمه. چون اصلا فرق کامیونیتی و بقیه جاها اینه. مهشید هیچ وقت کامراشو روشن نکرده. ولی همیشه سوال داشت. مهشید دیگه باید سانکشنت کنیم جواب سوالاتو ندید. اینطوری که نمیشه. خب زارا بپرس. مرسی. من چون احساس خیلی صمیمیت می‌کردم دیگه راحت بودم با همتون. خیلی کار باحالی کردم. بقیه من انکورج می‌کنم مهدی هم باشه یکم راه بره. همیشه نشسته دیوار سفید پشتش اعصاب منو خورد می‌کنه. یه ساعت بذار یه قاب عکس بزن اون پشت. مهدی خیلی خیلی فیکه. چشم یه دیزاینی درست کن، یکم وایب بده به قضیه. من اول میخوام به نرگس جان تبریک بگم بابت این مصاحبه‌ای که گرفتم و دلم میخواد که هم از شما بخوام هم از بچه‌های دیگه که حتی همه این مصاحبه‌هایی که میگیرین رو بیاین به عنوان وین بذارین، به ما هم انرژی میده همین موفقیت‌های قدم به قدم موفقیتی که شماها. آره بچه‌ها چرا تنبلی؟ چرا تو ممبر وین هیچی نمیذارین، کم میذارین، یا میان شخصی به من میگین من هی باید بهتون بگم که حالا برو تو ممبر وین. ممبر وین مهمه بابا، بذارین دیگه. چرا میگم بذارین؟ به چند تا دلیل. یکی اینکه بقیه انرژی میدین،
یکی اینکه خودتون داکیومنت میکنین جرنیتون رو، میگه این ساعتش مشخص بوده، اومدی همچین وینی زدی گذاشتی، هیچ وینی هم کوچیک نیست، یعنی فکر نکنین الان وینم، حتی شما اگه با خودتون میسنجین، اگه مثلا لینکدینتونم 5 تا فرند داشتین الان شده 200 تا، این وینه، بیاین بنویسین مثلا 5 هم شد 200 تو یه ماه، این وینه. میجرمنت وینه، درست تایم داشته باشه، KPI داشته باشه، این ویناتون رو بذارید، هم به خودتون داکیومنت میکنین، انرژی میدین توین برگردین ببینین، هم من میبینم بذارین یا تکسته، ولی تکست گم و گور میشه، روزی 3000 تا تکسته برام، اونجا قشنگ میتونم فیلتر کنم ببینم، هم خود بچهای دیگه انرژی میگن، هم دارم یه کمپانی مارکتینگ استخدام میکنم که اصلا بیاد ممبر وینا رو بره برداره ببینه، خلاق شه، اونا رو تبلیغ کنه. یعنی دوباره اونطوری هم به کامیتی کمک میکنه. من چند تا سوال دارم. اولین سوالم در مورد جلسه تمرین اینترویوی که دوشنبه برگزار میشه و من از مهتاب جان خواستم که اگه امکان داره این هفته رو یه روز دیگه برگزار کنه، چون من خودم دوشنبه رو نمیتونم شرکت کنم که متاسفانه نشد. خواستم ببینم که میشه من اون پیچ 5 دقیقه‌ایمو ضبط کنم و مثل دفعه قبل به صورت کامنت بذارم اونجا، شما بعداً چک کنین، یا اینکه حتما باید توی کلاس باشه؟ جلسه آخر رو اعلام میکنیم. قرار شد که پیچ‌های 5 دقیقه‌تون که گذشت بعد تو میرفتیم، من اونایی که ضبط کردن ریویو میکنم براشون، اونایی هم که ضبط نکردن جلسه سوم من خودم اینترویوتون میکنم. سیمولیشن داریم، خودم اینترویوتون میتونین بر اساس محتوای 2 روز اول آماده شین، نفری 5 دقیقه توی اون جلسه من خودم اینترویوتون میکنم. خیلی مرسی. سوال بعدیم اینه که همین پیچ حالا یا 5 دقیقه یا مثلا برای اسکرینینگ کالایی که ریکروترها تماس میگیرن، من معمولا به اندازه 1 دقیقه دقیقا شبیه همون دفعه قبل که تمرین کردیم یه چیزی آماده میکنم. سوالم اینه که آیا کار درستیه که ما بیایم ادپت کنیم به جاب دیسکریپشن این پیچمونو، یا اینکه همیشه یه چیزی رو حفظ باشیم و دقیقا، چون به خاطر که ادپت کردن باعث میشه که من یه کمی سکسکم بکنم وسطش. ولی اولش اینطوریه، باید ادب بکنی، چون اونا دارن دنبال یکی میگردن واسه اون جاب دیسکریپشنه. خب باید بتونی که فولفیل بکنی ریکوایرمنت اون جاب، ولی این سکسک و اینا که میگی طبیعیه چون تمرینت کمه. خیلی جالبه، بچه‌ها میخوان یه شبه دیگه اصلا بشن پابلیک اسپیکر، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. مثلا همین الان که من ویدیو میذارم یه تک میگم، شما نمیدونید من چند تا ویدیو تو زندگیم درست کردم، که شما 500 تا اینستاگرام رو میبینید، ولی من تا الان فکر کنم بیشتر از 2-3 هزار تا ویدیو تا حالا ضبط کردم. الان روی یوتیوب من 2000 تا ویدیو هست، ولی همش آن لیستده، پخشش نکردم، ولی 2000 بار گفتم یه چیزی رو که الان میتونم یه تک بدون اینکه از رو بخونم. همه تلپرامپتر دارن، همه تلپرامپتر دارن، از رو میخونم، همه 1000 تا کات میزنن. خب اولش هم اینطوری بود، اولش با کات میزدیم، اولش باید استرس داشتیم، تته، ولی تمرین یهو نچرال میشه، یا خب پا میشی اصلا حرف میزنی بدون تته. دیسکریپشن رو میذاره، یه دقیقه نگاه میکنی دیسکریپشن از حفظ میگی. این تمرینه که درستش میکنه. اصلا دنبال ماجیک و بولت ماجیک و اینا نباشی، دنبال ماجیک پیل و اینا نباشی، باید تمرین، باید بگی هی بشین. شما بودی دختر داشتی؟ باید بشینی جلو دوستا، جلو فامیلی، جلو آینه، هی بگی، هی تکرار کنی، با تکراره که درست میشه. این مثلا همین ویدیو 5 دقیقه‌ای که بهتون یاد دادم و چند بار ضبط کردی 5 دقیقه از خودت؟ قول میدم یه بار. زیرو یه باری که باید انجام بدی. ضبط کردم ولی انقدر وسطش به توپق زدم میافتم قطع میکنم، یعنی تا آخرش. راه حلش چیه؟ تمرین، واقعیتش اینه فقط تمرین. اصلا هیچ راه دیگه ای نداری، یا توپق میزنی قطع میکنی تموم میشه میره، که اگه این کامیونیتی نبود تموم شده بود رفته. اگه یه کورسی هم خریده بودی تو اون هایپه و اونا اومده بودی کورس هم دیده بودی رفتی یه بار هم این کار کردی دیگه تکراره. کامیونیتی قدرتش همینه، هی ضبط کن، هی من یادت میندازم، هی اینجا بچه‌ها هی میری وی آر میخونه، هی بچه‌های دیگه ویدیو.
هی ضبط کن، کم نباید بیاری بچه‌ها. تته پته زدی که زدی، خب معلومه، به خودت نگاه کن چند بار مگه این کار تو عمرت کردی؟ برای چی نباید تته پته بزنی؟ چه توقعی دارین از خودتون بچه‌ها؟ فکر می‌کنید مثلا مادرزادی باید پابلیک اسپیکر باشین؟ واقعا چه توقعی از خودتون داری؟ خیلی ایگوهاتون بالاه ها. فکر می‌کنید دفعه اول بزنم الان مثلا مثل دونالد ترامپ صحبت کنم. ول کن بابا. فرید چی میگی؟ میوتی. خیلی ممنونم که منو دیدیم. من 2 تا چیز بگم بعد سوالمو بپرسم. اول اینکه زارا اولا که 2 سوال بپرسی. زارا سوالش تموم نشد. بعدم تو نفر تو زب. نه مربوط به خود زارا جونه. هر چیزی گفتم چی داری میگی؟ نه مربوط به خود زارا جونه. خب این پابلیک اسپیکر که فرمودین این برای من خیلی جواب داد این راهی که من میگم. همون موقع که میخواستم زبانم خوب بشه هم الان فرق میکنه. 1 ماه راجب چیزهایی که دوست دارین، حالا راجب هر چیزی میتونه باشه، راجب یه چیزی که دوست داری فقط 1 ماه اول 3 دقیقه فکر کن که برای یه آدینسی میخوای صحبت کنی. ماه اول هر روز ببین پایبندیش مهمه، 3 دقیقه مهم نیست. 3 دقیقه راجع به چیزی که دوست داری صحبت کن. مثلا من میتونم راجع به تک همین الان شروع کنم خیلی ریلکس با تو صحبت کردم، اینقدر این کار کردم. ماه دوم راجع به چیزی که یه ذره دوست داری و ماه سوم راجع به چیزی که اصلا دوست نداری. مثلا من ماه سومم راجع به لوازم آرایش بود، اصلا هیچی بلد نبودم ولی کلی وکب یاد گرفتم. این خیلی کمک میکنه. حالا توی همون ماه اول 3 دقیقه صحبت میکنی، صداتو ضبط میکنی. هم چت جی پی تی این کارو میتونه بکنه، هم جمینای، هم حالا راههای دیگه است. همون تکنیک شادوینگه. میبری رو تلفظ درست، دوباره تکرارش میکنی. پس 3 دقیقه رو چیزی که دوست داری برای آدینسی صحبت میکنی و ضبط میکنی. اصلا مهم نیست وسطش گیر کنی، وایستا سرچ کن دوباره. این یعنی اصلا برای من معجزه کرد. یعنی اینقدری که من آدمی بودم که حوصله هیچ ایونتی رو نداشتم، الان تقریبا ایونتایی رو شرکت میکنم که اون کسی که ایونتو گذاشته هست و مثلا بارتندره، کلا ما 2 نفریم، هیچ کس نیومد، با همونم میرم نیم ساعت حرف میزنم. این خیلی کمک کرده. در مورد بیزینس ایمیل هم یکی صحبت کرده بود بچه ها. زوهو میل تا 5 تا یوزر تو تورنتو بهتون رایگان میده اگه نیاز به بیزینس ایمیل دارید. این 2 تا رو میخواستم بگم. همین دا. بیزینس ایمیل برای چی؟ نمیدونم الکس جان، یکی از بچه‌ها الان گفته بود شما فرموده بودین که بیزینس ایمیل میخواین که دمو بگیرین، گفتین اگه ندارین. خواستم بگم که زوهو میل برای تا بیزینس ایمیل رو فری میده تو تورنتو. من خودم دارم. اوکی. مرسی. چه بنویسین اسمشو تو چت. زوهو ZOHO. زوهو یه CRMه. زیادن CRM های اینطوری زیادن ولی من نمیستم بیزنس ایمیل 5 تا میده. خب نفر بعدی. زارا جان شما تمومی؟ من یه دونه سوال دارم با اجازه. بفرمایید. با تشکر از دوستمون که کمکم کرد. من این هفته یه دونه اینترویو اسکرینینگ داشتم با یه ریکروتر. خیلی عالی پیش رفت و تموم که شد. سوال طولانیه چون میخوام فیر باشم. میخوای بریم برگردیم به شما؟ باشه اشکال نداره. باشه بریم برگردیم چون بچه‌ها سوال زیاد. خب بهنود ما جواب شما رو دادم یا قبل شما کسی دیگه هم بود؟ من یه سوال کوچیک بعد سیاه بعد مهدی. برو بریم. منم الان یه سوالی بود حالا خارج از این داستانه، راجع به همه ویدیوهایی که زحمت میکشیم میسازیم کلا کامیونیتی و اینا. یه خیلی نکته خیلی ریزی بود، اصلا کاری هم به اینترویو اینا ندارم. بحثم اینه که من خیلی از دوستام خب دارن میبینن منو، مثلا خب بچه‌ها هم ماشاءالله ویدیو میذارن و اینا، خیلی همه‌گیر شده. همه اینجوری درخواست دارن که چی میگن، چه جوریه، فلان، اینجوریه. ما هم که گیور و دیگه چیز و اینا خیلی اذیتم جدا میگم. یعنی مثلا من روزی حداقل 5-6 نفر یا زنگ میزنم بهم از بچهای دانشگاه و فلان، یا مثلا دوستای دیگه هم تو اینستاگرام منو میبینن یا منو حذف بکنید از تو ویدیوهاتون، یا نمیدونم اینا همش به من میگن چه خبره، چه جوریه. مثلا الان
مشکل چیه میخوام بگو بیان تو براشون دیگه. میفرستم ولی خب میگن نه واسه ما بده فلان تو اینقدر فلانی چیزی مثلا من واسه ما موندم چی چی کار بده؟ بکنم چی مثلا بده میگن واسه؟ توضیحاتشو بده کمکمون آخه بکن نمیشه، فلان بگو نمیشه. آخه واقعا منم نمیشه. نمیتونم یعنی واقعا ببین قسم توضیحاتی خوردیم نداره. شما باید بیای 20 ساعت لکچر رو با کار ببینی. یعنی اینطوری نیستش که لکچرم بگیری اصلا رکوردم بکنین که غیر قانونی که $50,000 رو هر اینسیدنت چارجتون میکنیم، به وکیل میاد دنبالتون که نوشتیم توی ترمز اند کاندیشن، اون کارم اگه بکنین بدین اصلا کمکشون نمیکنی. چون ببین کاری که کامیونیتی ما میکنه اینی که مومنتوم بهتون میده و موتیویشن دیلی، چیزی که زارا نیاز داره، چیزی که زارا باید بشینه خودش رو ضبط کنه، هی بذاره، هی فیدبک بگیر. ببین اصلا این یه چیز جدیده، بهشون آقا یه چیز جدیده تا نیای توشم وقت منو نگی، به منم زنگ نزن. اینم لینک ریفرالت هم بده که 30% سابسکریپشن هم بگیری. همتونا برای چی میان سراغت؟ مثلا خوبه که میاد، فرصت مالی هم هست، هم داری بهشون کمک میکنی، هم بعد فرصت مالی ریفرال لینک تو بده بهش. بعد فکر کردم دوست داری میفرستم سمت تو، همین بعد میفرستم سمت شیدا، از خودشم هست. اصلا شیدا داره کمک میکنه به من، داره توی فیسبوک جواب مردم رو میده خودش ارگانیک. میدونی اگه نمیخوای تو ویدیو باشی بگو نمیذاریم، یا نمیشه. آخه اصلا نیستی تو کدوم ویدیو هستی؟ چرا دیگه تو 2 هفته پیش بودم بعد همه میگم شما هم کدوم ماشاءالله خیلی قوی همین شده ویدیوهای هفتگی رو میگی؟ آره البته حالا اونو شوخی کردم ولی خب کلا میگم که این مقدار خب همین راه حلش اینه. من ریفر میکنم، یعنی من دیگه لینک نه رو الان ببینید گرفتم ببین من چند تا نکته رو بهت بگم. ببین یکی این که ویدیوهای هفتگی کلا اصلا تو این کامیونیتی میاین برای چی مجانی؟ واقعا مجانی، ما $50 این اطلاعات مجانیه دیگه، خودتون هم میدونین نیست. من نمیخواد هی بهتون بگم. اولا که 7 روز مجانیه، بعدش هم که کلا این قیمتی هم که گذاشتم برای کامیتمنت خودتونه. من الان هیچ پولی این هرچی هم در میاد میدیم تبلیغات دوباره آدم بیاد، هیچ پولی در نمیاد. این برای کامیتمنت خودتونه و اینکه چیزی از کردیتتون کم بشه بفهمید. چون من فریش هم گذاشتم نتیجه نمیده، فری بچه‌ها نتیجه نمیده. فری هم گذاشتیم 140 تا ممبر داره، ممبرها اصلا شوآپ نمیکنن. چرا؟ چون تا کردیت کارتت زخمی نشه تو پا نمیشی بیا یه کاری رو انجام بدی. این واقعیت دنیا. هرچند بیشتر کردیت کارتت زخمی بشه بیشتر میدوی واسه اون چیزی که، پس ما باید قیمت رو زیاد کنیم. فرید اوکی. نکته دوم اینه که به دوستات بگو آقا سیستم جدید تا هم پی نکنی چیزی یاد نمیگیری. باید بیای 7 روز هم میتونی رایگان استفاده کنی. باید هم بهشون بگی ترانسپرنت که آقا بیا پی کن، 30% هم من میگیرم، خودت هم بعدم بیا این همین کارو به بقیه بکن. یعنی اصلا ارزش کامیونیتی تو اینه که همه داریم سود میکنیم، شما هم بیشتر میکنید. شما 30% میگیرین، من 70% میگیرم که 50%شو میدم تبلیغات، 50%ش هم 35% میمونه. اون 35% هم هزینه نگهداری این تکنولوژی و ای آی و فلان و اینا از اون 35% هم بیشتره. یعنی ما تو ضررم از جیب دارم میدم که شما اینجا باشین، به اضافه وقت و زندگی و فلان و اینایی هم که گذاشتم رو قضیه. پس شماها اگه دوستاتون رو بیارین 30% خالص رو اول میگیرین میدین، اصلا هیچ کاری دیگه هم نمیکنین. بدبختیش مال ماست. میدونی ایناست که مردم اصلا دید ندارن دیگه. میگم چون کار جدیده، شما تازه یه سال دیگه میفهمید ما داریم چیکار میکنیم، اون بیرونی‌ها که اصلا نمیفهمن. برای همین شما اگه کسی میاد دنبالت، این فرصت اقتصادیه و فرصت کمک کردن. حالا کمک کردن این نیست که تو گیوری میری بهشون میدی فلا اینا، کمک کردن که بهشون بفهمونی واسه پیشرفت و ترانسفورمیشن باید بیان توی کامیونیتی و مراحل رو طی کنن. میدونی اینه. اگه میگی اینقدر اومدن سمت دید، بعدم انقدر ما شیر نکردیم. ما این ویدیوهای هفتگی رو من باز میدم به ای آی. اون ای آی تصمیم میگیری که تو رو کات کنه، خوشتیپ پیچی نمیدونم. ای آی تو رو کات کرده، پست کرده، من هیچ کاری، من لینک این ویدیو رو میدم به ای آی، ای آی خودش کات میزنه، خودش هم پست میکنه. این از اون قسمت. بقیه‌اش هم که ویدیوهای تبلیغاتی خودمونه دی. من نمیدونم تو رو کی گذاشتم که اینقدر اومدن سمتت. باز اومدن سمتت به خاطر خوشتیپیته، به من هیچ ربطی نداره. اومدم مختو بزنم. بچه دانشگاه پسرم. خب دیگه اتام پسراش یه جوری هم. خب باشه ممنونم از دوت. شوخی میکنم. اومدن که بیان تو کامیونیتی بهشون اطلاعات درست بده. اطلاعات درست هم دقیقا همین، یه جمله بیشتر بهشون نگو. منم به همه همینو میگم آقا یه چیز جدیده،
تا نیای توشم نمیفهمی. 7 روزم فرصت بهت میدن تست کنی. واقعا این 7 روز طلاییه. 7 روز فرصت میدیم تست کنی. دیگه شما هیچ حرفی با اینا ندید. هیچ حرفی باشید. چون هر اطلاعاتی هم بدی واقعا بهت میگم هم اونا گمراه میشن، هم پروگرام ما خراب میشه. چون نتیجه نمیگیرن، میگن پروگرام خراب بود. در صورتی که پروگرام، ببین این باز گیمیفیکیشنی که من واسهتون درست کردم اینا رو همه رو 100 بار تست کردم. بچه‌ای که قدیم دوره اولیه یادشونه. ما با همین دوره رو ساختیم، از فرداش ما اول پولی کردیم، دیدیم جواب نمیده. رایگان کردیم، جواب نمیده. اینطوری کردیم، اونطوری گیمیفیکیشن درست کردیم. گفتیم این کارو بکن، برو مرحله بعد این کارو، دیدیم جواب داره میده. پس اینو بهش رسیدیم. خب بهش رسیدیم و این باید بیان تو سیستم. باید بیان. مثل این میمونه مثلا تو بری درایو کنی از چه میدونم از وست کوست و بغل اوشن اقیانوس درایو کنی، عشق کنی، وایسی کافی بخوری، بعد بری رستوران، بعد یکی بیاد بگه آقا این اکسپریانس تو به منم بگو. وقتم بذاری 20 ساعت هم عکس نشون بدی، ویدیو نشون بدی، توضیح نمیشه. خودش بره اونو درایو کنه. بعد اون کارا رو انجام بده. اصلا طرف نیاد خودش رو تو لینکدین دی زیرو معرفی نکنه به درد نمیخوره. چون نه کسی رو شناخته، نه کسی اونو شناخته، نه میتونه لایک بگیره. مردم اینقدر خودشون رو معرفی میکنن، فکر میکنن الان دیگه شق القمر کردن. خب اصلا کسی لایکت نمیکنه. تو اصلا نیومدی از ابستکلت بگی. من خودم خیلی شفاف اومدم، از بدبختیام گفتم، از خوشبختیام گفتم، از چیزایی که دوست دارم از مردم با من رزونیت کردن. اومدن 1100 300 نفر اومدن کامنت اومد جمع شد تو همون دی زیرو. خب نفر بعدی هم که میاد اینطوری خودش رو معرفی میکنه 5 نفر پیدا میشن باش رزونیت کنن، همون 5 تا لایکش میکنن، ویدیو یک براش باز میشه. بعد طرف میاد فقط میگه hello I'm looking for a job tip. خب توقع نشوش لایک بگیری، چون تو چیزی به مردم نگفتی از خودت. اگه اونقدر شجاعت نداری که بیای از مشکلات زندگی، هممون مشکل داریم، هیچ کی پرفکت نیست، شجاعت داری بیای مشکل تو بنویسی؟ اگه اون شجاعت رو داری تو نتورکینگ هم میری بالا، با آدمام رزونیت میکنی، سر کارت هم رزونیت میکنی، تو کارت هم میری بالا، همش پیپل اسکیلز دیگه. ولی تمرینایی که ما میدیم اینا رو بهش رسیدیم. نه تجربه های من در فورچون 500، در بیگ فور، در اچ آر، در گیمیفیکیشن. خب اچ آر همش گیمیفیکیشن، ما همش ریوارد سیستم داریم. بعد ریوارد درست کنیم که امپلوی ها انگیج بمونن. این یک ریکروتینگ یه چیزشه. کامپنسیشن داریم، ریوارد داریم، تالنت داریم، هزار تا داستان. خب اینا رو اومدم نالج اومدم برای شما اینجا گیم کردم. لول میره بالا، استاتس میگیرید، خودتون حال میکنید، تو کامیتی استاتس میگیرید، بقیه بهتون ریچ اوت میکنن، شخصیت پیدا میکنین، 1000 تا کانتکت دارین شما الان اینجا. الان این بچه‌هایی که دارن هم تو آمازون و بزرگترین شرکت کانادایی و اون یکی تو فیسبوک و اون یکی تو متا، بچه‌ها که میرن تو اینجا کار میگیرن کانتکت های شما میشن. حالا هرچی تو استاتس تو این کامیتی بالاتر باشی، میبینی بچه‌های مثلا لول 6 با هم رفیق‌ترن، بچه‌های لول 5 با هم رفیق‌ترن. این لوله که میره بالا هم چون بری تو لیدربورد زده چند درصد لول 7 چند درصد لول 6 چند درصد لول 5. میدونی اینا همه به پشتش فکر بوده، کیلویی نبوده. به مردم بگو. من از افیلییت ها این توقع رو دارم. اولا که قدرت تمام کنندگی داشته باشی، قدرت کلوزینگ داشته باشی. تو گیور میخوای باشی بعد قانعش کنی بیاد تو، هیچ کار دیگه هم نباید بکنه، فقط با قانعش بیاد تو. قانع شدن هم با توضیح زیادی نیست، چون توضیح زیادی بدی هی ازت سوال الکی میکنه. دو حالت داره، یا یارو اونقدر قدرت ریسک داره، ریسکی هم نیست، فریه دیگه، یا اونقدر قدرت ریسک داره، قدرت حالا ریسک نمیگم، اکشن تیکری، یا اونقدر قدرت اکشن تیکری داره یا وارد کامیتی بشه، یا نداره، لیاقتش همون زندگی که داره میکنه، نباید به فکر پیشرفت باشه. هم تو اصلا نباید خیلی سخت بگیری یا اذیت کنی خودتو. بعدم اگه خیلی ناراحت بودی که اینا میان سمتت، 1000 نفر تو این کامیتی هستن که حاضرن باشون صحبت کن. همین شیدا، بگو برو با شیدا صحبت کن. شیدا رو، لینک شیدا رو بده، بگو با ایشون صحبت کن. تو اینستاگرام یا فیسبوک لینک شیدا رو براش بذار، بگو برو با شیدا صحبت کن، من کمکت میکنم.
That's it. خب نفر بعدی کی بود؟ برو فرید. فرید میوتی. صداتو بچه‌ها میشنوین؟ من صداشون هیچ کی صداتو نمیشنوه. اینا اصولا باید بری نویز کنسلیشنش رو روشن کنی. این ایرپادا خاموش کنی، نویز کنسلیشن خاموش کنی. حالا تا اونو فیگور اوت می‌کنی نفر بعدی بره. ماز بود نفر بعدی یا مهدی بود؟ ماز بود. فکر کنم مهدی بود قبل از من، اگه میخواد مهدی. فرید اینو اوکیش کن بعد بیا. خب برو ماز. مهدی میگه اوکی برو. اوکی. خیلی ممنون الکس جان ازت بابت این پلتفرم، واقعا کمک کننده است. حالا من سریع میگم بچه‌هایی که اولین جابشونه یا جابای اولشونه واقعا خیلی به نفعشون شده، چون من اگه خودم مثلا 6-7 سال پیش این پلتفرم رو داشتم شاید اصلا توی بازه 1 ساله جابمو تو کانادا عوض میکردم و تا حالا 3-4 تا جاب عوض کرده بودم و خب خیلی پیشرفتم بیشتر. خب حالا الانم خیلی به نظرم دیر نیست و وقت خوبیه، چون خودم یک کپی تو اون شرکتی که هستم الان رسیدم و دیگه وقتشه که واقعا یه اتفاق خوبی بیفته. خیلی ممنونم ازتون بابت تمام چیزایی که گذاشتید و امکاناتی که اینجا وجود داره. یه چند تا سوال خیلی، حالا چند تا سوال نمیپرسم، یه موردشو میپرسم. یه مشکلی که تو کانادا دارم برای جابایی که اپلای میکنم اکثرا سالری رنج ندارن، ولی یو اس ها همشون اکثرا سالری دارن و تو میتونی بگی که ببینی که تو اون رنجی که میخوای هستش یا نه و راحت میتونی اپلای بکنی. این سوال بود الان؟ میخوام بدونم که چجوری میتونم اینو تشخیص بدم. ببین فکته کلا تو کانادا هم اینفورمیشن کلا محدودتره تا آمریکا. این دو تا رو مقایسه کنی شما، من این پست گذاشته بودم روی اینستاگرام کلی هم فوش خوردم که آقا شما تو آمریکا ترانسپرنته، شما مثلا می پراپرتی رو سرچ می‌کنی اسم صاحبش میاد یا اسم صاحبش سرچ می‌کنی هر پراپرتی. تو کانادا هم چیزی نداری، فقط ریلتورا میتونن این کارو بکنن. یعنی اینفورمیشن توی کانادا محدوده. این دولت تصمیم دولت یا هر چی اینطوریه. حالا این شرکت‌ها این کارا رو یاد گرفتن. شرکت‌ها مثلا نمیذاره که طرفو بیاد مثلا لوبال کنه، ارزونتر براش کار کنه، وضع اقتصادی خرابه دیگه. ولی آمریکا جرئت داره همچین کاری بکنه، پدرشو در میاره. آمریکا سفت و سخت رو سری قانونه، ولی کانادا هتله. حالا این یک. دوم اینکه باز یه سری وبسایت‌ها هست که اطلاعات هست، مثلا گلاسدور این اطلاعات رو میذاره شیر میکنه، یعنی مردم میان تجربیاتشون رو میذارن، این طرف کار میگیره گلاسدور کمکش میکنه، اون میاد اونجا میذاره. یه جا دیگه هست به نام levels.fi، بیشتر برای چیزه شرکت های فنگه یا منگ الان میگن، متا و آمازون و انویدیا و گوگل. فنگ بود الان منگ شده، فیسبوک شد منگ. levels.fi مثلا بیشتر سالری های اونجا رو گذاشته، میتونید ببینید. ولی خب سایت هستش که همچنان ریپورت بکنه سالری ها رو، بعد اونا رو پیدا بکنی و روی اونا سرچ بکنی. ولی خب حالا در کل میتونم بگم که امپلویرهای کانادایی خیلی با امپلویرهای امریکایی فرق میکنن. بعد به طور کلی نظرتون راجع به این که مثلا تو یو اس اقدام بکنم چیه؟ چقدر شانس دارم به عنوان حالا کانادایی اگه بخوام تو یو اس اقدام کنم؟ چیه رشته‌ات؟ من تو آیتی هم، ولی تقریبا 10 سال اخیر رو بیشتر تو سیلز آیتی بودم، یعنی تو چه مایکروسافت بودم، سیلزفورس بودی؟ نه بیشتر توی 3 سال اخیر مایکروسافت اژورم، قبلش گوگل بودم، قبلش هم SAP. کارت ریموت میتونه انجام بشه؟ کلا ریموت کارم. آره میتونی، آمریکا اتفاقا خیلی هم بهتره، ولی یه سری قاعده و قانون و داستان و این چیزا داره. بیا تو دی ام بهت بگم. چند تا دیگه بچه‌ها اومدن کورس لکچر 6 راجع به یو اس کانترکت صحبت کردم، ولی متاسفانه اون لکچر هم پرایوته، هیچ کی اکسس نداره، برای اینکه اصلا اون خیلی های لوله. یعنی باید مثل خودت تجربه کانادایی داشته باشی، سیتیزن کانادا باشی، ریموت باشی، یعنی کوالیفیکیشن تازه بتونی آماده بشی برای اون مدل کار کردن. که حالا بیا تو دی ام بهت میگم. باشه حتما دستتون درد کنه. یه چیز دیگه هم به بچه‌ها بگم که حالا چون راجع به بینا گفتیم،
حالا شاید خیلی به نظر خیلی بزرگ نباشه، ولی من این نتورکینگ رو 2 روز شروع کردم، دیروز و پریروز مکس اوتش که کردم، امروز دیدم تقریبا 26-7 نفر اکسپت کردن. 2 نفرشون هم ریکروتر بودن که گفتن اگه دوست داری رزومتو برامون ایمیل کن ببینیم مثلا جابایی که شبیه توه بهت معرفی کنیم. خلاصه تازه ماز بچه این حرفا میزنه چیزها SAP کار کرده، گفتی گوگل کار کرده، کجا بود دومی جای خفن کار کرده و 10 سال سابقه کار ریموت آیتی داره که داره اینو بهتون میگه. این خیلی از وقتی از ماز این حرف میاد به نظر من خیلی با ارزشه و اونایی که بیرون نشستن و دارن اینو میبینن برن به بهنود بگن که یکم کمکش. نه واقعا ببین من تو لینکدین خودم 11,000 تا کانکشن دارم. این 11,000 تا شاید فقط 1000 تاش به درد میخوره چون با تارگت درستی این کانکشن ها ایجاد نشده. ولی خب مثلا اون تکنیکی که توی ویدیو لینکدین بهتون میگه که چجوری فیلتر بکنید بتونید برسید به اون آدمایی که باید، کوالیتی رو اصلا میبره بالا. اصلا یکی از سوالایی که می‌خواستم از الکسم بپرسم، میگم نظرت چیه که من اون کانکشن هایی که مرتبط با کار من نیستن یا مثلا تو لوکیشن نورث امریکا نیستن اصلا شاید دیسکانکت کنم. من گفتم همه رو بلاک کنید. اصلا اگه کس کانکشن ایرانتونه که همه رو بلاک کنید. چون فارسی می‌نویسن، فارسی میاد خط خر میشه، نویز اضافیه، waste of time، waste of opportunity. بعدم اروپا اگه کار تو نورت امریکا، اروپا رو هم ایگنور کن، بلاک کن، اصلا لینکدین جدید بساز. 11,000 تا 10,000 تاش نویز، واقعا اون 10,000 تا رو هم از دست میدی. میدونی؟ برای همین باید تارگتت باشه. حالا تو که این همه حرف قشنگ زدی به بچه‌هام بگو که چقدر این محتوایی که میدم ارزشمنده که همچنان به نظر من با $40 هم رایگانه. پرایسلسه، یعنی واقعا اصلا به پولش فکر نکنید. حتی اگر واقعا خیلی هم نیو کامر هستید از هزینه‌های معمولیتون بزنید استفاده کنید، چون نمیتونم بگم اینوستمنته چون واقعا چیز خاصی نمیدین که بگم دارین اینوستمنت میکنین، یعنی عملا فریه. این یه انجین واقعا فوق‌العاده است که مطمئنم که کار میکنه، چون منی که خب دارم اینجا کار میکنم با پارتنرهای مایکروسافت و گوگل و اینا کار کردم، خیلی از اینا رو نمیدونم به خاطر اینکه تخصص من نیست. تخصص من فروختن یه محصوله، تخصص من لینکدین نبوده، بلد نبودم که چجوری کار پیدا کنم و به نظرم با انرژی ادامه بدین و میدونم که همتونم موفق میشین، به زودی به اون چیزایی که دلتون میخواد میرسین. خیالتون راحت. این سیستم مثلا یه چیزیه که شما دائم میتونید ازش استفاده کنید، فقط کافیه که وقت رو بذارید. یعنی یه چیزی، حالا یه مثال دیگه ای هم براتون بزنم چون دیگه میدونم خیلی هم طولانی شد. واقعیتش اینه که هفته پیش که من به الکس ریچ اوت کردم، 7 رو فرستادم، لینکو بهم داد، من همون لحظه رجیستر کردم. من تقریبا 1-2 هفته بود که داشتم برای یه سرتیفیکت سکیوریتی میخوندم که برم امتحان بدم. از روزی که اینو نصب کردم جوری گرفتار شدم که اصلا دیگه نمیخونم درس رو. یعنی شبا میام، من معمولا 10 تا ساعت 1 روی اپلیکیشن هستم و کار میکنم، چون قبلش یا سر کارم یا مثلا کارهای خانواده و اینا هست و جوری برام جذابیت داره که فعلا سرتیفیکیت رو گذاشتم کنار، چون میدونم خب اونو که میتونم حتما میگیرم. میگم فعلا به جابه بچسبیم، چون همه چیزمون جا بمونه دیگه تو زندگی، یعنی جابه خراب باشه دیگه هیچی خوب نیست. تازه ماست تو فقط ویدیوی 2 رو دیدی، 1 و 2 رو دیدی. من دی 2 هم، یعنی فقط ویدیوی نتورکینگ اینو دیدم. تازه اول راه تا 4 رو ببینی تازه میای اینجا. اون دوست دارم بعد حرفاتو بشنوم. حتما. بازم ممنون. ببخشید. مرسی، خیلی فیدبک باحالی دادی، خیلی ممنونم، خیلی باحال بود. دمت گرم. بازم ممنون، متشکرم. امیدوارم مردم گوش بدن حرفاتو، بیان از خودت لینک ریفرالتو بگیرن بیان تو. چون من خیلی دوست دارم بچه‌ها طریق ریفرال، یعنی من اصلا دوست دارم که ریفراله بیشتر اتفاق بیفته، مردم من لینک نگیرن، از شماها لینک بگیرن، چون هم یه کمکی به شماها شده هم به خودشون شده، چون قبل از اینکه بیان وارد کامیونیتی یه دوست پیدا کردن. این خیلی با ارزشه، میدونی، این خیلی با ارزشه. چون من انیوی دارم کلی پول تبلیغات میدم، ترجیح میدم طرف بیاد از بچه‌ها بیاد که بچه‌ها هم سود کنن، کامیونیتی هم سود کنه. اصلا کامیونیتی همینه دیگه، همه داریم با هم دیگه سود میکنیم، یاد میگیریم، میریم بالا.
That's perfect. مرسی. خب مهدی برو. فرید برو. صدای منو دارین الان؟ بله برو. آره الکس جان، من خواستم از شما خیلی تشکر بکنم. دلیل اولش اینه که من فقط SEO کردم هدلاین لینکدینم رو. پری روز یه ریکروتر اینترویو کردم تموم شد. دوشنبه یکی، امروز یکی دیگه بود، فردا هم ساعت 12 دارم. یعنی حالا سوالم راجع به همین اکسترنال هست که اصلا نمیدونم واقعا. و از جابایی مثلا برای من، مثلا اونی که دوشنبه باشه اینترویو کرده بودم از این کمپانیاییه که مثلا پرایوت شف هست، مثلا من نمیدونم، اصلا یه چیز خیلی باحالی بود. وقت پوزیشنت چیه؟ میشم سینیور سایبر سکیوریتی GRC Governance Risk and Compliance. بعدش اصلا خیلی باحال بود. و مثلا یکیش تو لافرم بود. الان فردا یه دونه دیگه هستش که مال یه کمپانی، به خدا اصلا اینقدر زیاد شده و اینقدر هم تایم میذارم تو خود بریک ترو. مرسی بهنود جان. بخواستم واقعا تشکر کنم و راجع به همین یه سوال داشتم و بعدش بخوام یه چیزی رو، مرسی مازیار جان، یه چیزی رو خواستم بپرسم. این اکسترنال ریکروترها رو، مثلا اونی که با من دوشنبه صحبت کرد خیلی گردن کلوف بود، ولی واقعا این که آیا واقعا زورشو میچربه؟ ببین چند تا ویدیو رو دیدی؟ من الان امروز ویدیوی دیتو رو دیدم رو لینکدین، 100 تا کانکشن رو من فرستادم. چون من فکر کنم راجع به همین قضیه سوال شما توی 4 یادم نمیاد خیلی 3 بود یا 4 فکر کنم 4 خیلی صحبت کردم راجع به ریکروترها که چجوری اصلا دیتکت کنی فیک و غیر فیک ولی ببین اکسترنال داریم و اینترنال کامل باز کردم. The only way you know is to practice. یعنی باید با ریکروتر بری رو کال، بعد به مرور زمان یاد میگیری که اصلا چه جور سوالایی از ریکروتر بپرسی، خب که اصلا وریفایش بکنی، بفهمی چقدر برش داره. اینو من فکر کنم تو کورس 4 بود، حالا بچهای قدیمی‌تر بیان بگن. تو بهتون یه سری حتی سوال میگم که میگم این سوالا رو از ریکروتر بپرسید که تستشون کنید. بعد چون یه سریشون که این کاره نیستن، خیلی از ریکروترها این کاره نیستن، اینم بهتون بگم. خب ریکروتر ورلد خیلی ترنوورش بالاست، مثل سیلز جابای بیسیکه. خیلی میان مردم میخوان ریکروتر بشن، فکر میکنن کامیشنش خوبه، اونا هی میرن بیرون، هی میرن بیرون. ریکروترهای سینیور هم اصولا تایم نمیذارن با شما اینترویو کنن، اونا بالاترن. برای همین این جوجه ریکروترها رو باید چالششون کنید، بعد یه سوال ازشون بکنید، برن با رئیسشون صحبت کنن، براتون جواب بیارن. اینا رو تو کورس 4 به دیتیل صحبت کردیم، اونو ببینی دستت میاد. اتفاقا الکس جان، همین چیزی که شما تو همون دقیقه ویدیو اول فرمودین اون 30%، من هیچ وقت این رعایت نمی‌کردم. بعد خب اینا اومدن جاب دیسکریپشن رو میدن، خیلی راحته. با مثلا الان میتونید با پرپلکسیتی، نمیدونم با چت جی پی تی، اینا میتونی سرچ کنی جاب جی دی رو بذاری، بگی من مربوط کدوم کمپانی. بعد رفته بودم در آورده بودم، بعد برای اینکه تستش کنم گفتم من باید به خانم فلانی ریپورت بدم وقتی که اینجا استخدام شدم. مثلا یه حدود 4-5 ثانیه مکس کرد، بعد گفتش که آره. بعد گفت مثلا اون خانم فلانی احتمالاً میشه CISOش. مثلا این خب من نمیدونستم منم میتونم ریکروتر، من همیشه خیلی مؤدب میشستم، چشم خواستم در خدمتتون اینجور چیزا. ولی اصلا این دفعه اینقدر خیلی بچه پررو، اصلا واقعا نیلش کردم اونجا. یعنی پررو میشین. اتفاقا چند روز پیش داشتم فکر کردم تبلیغمون باید این باشه، بعد بیایم پرروتون پررو بچه‌ها پررو میشن. خب آخه قانونو میفهمین. نیو کامرا بیچارا خیلی به نظر من 2 تا سایده. خیلیه که نیو کامرا، من هم دلم میخواد بیان کمک بشم، دلم میخواد نیام، چون دیگه ارزش کارو نمیفهم. میخوام برن یه سال بگردن واسه خودشون، ببینن چه خبره. طرف فکر میکنه اون که تو ایران میخواد مهاجرت کنه، من که بیام خارج که کار میگیرم دیگه، من تو ایران مشکل دارم. اینه. بعدم که میاد مثلا بیاد تو یه همچین کامیونیتی، راید آفته، بعد بیاد تو همچین کامیونیتی، قدرشو نمیفهمه، ارزششو نمیدونه، چون ندیده. ماز میفهمه چون 8 سال کشیده، کاراشو عوض کرده، جای مختلف بوده، الان تازه میفهمی. بعدم اصلا بست آدینس من امثال مازن، میدونی؟ چون من خودم 15 سال مهاجرت کردم با این رزومه. بهترین کسی که میتونم کمک کنم کسی که 7 سال از من عقبه، 8 سال از من عقبه، نه کسی که 15-20 سال از من عقبه. اون دیگه خیلی دوره، میدونی؟ برای همین بست آدینس من کسی که حداقل 7-8 سال
مثل رامین 7 سال توی کار استاک شده بود، اصلا نمیتونست چیکار بکنه. برید رامینو کیسشو بخونید، تو والافارت نوشته 7 سال توی با سالری پایین نگهش داشته بودن، استاک هم شده بود، فامیلی هم داشت، اذیت بود، رفت الان همینطوری داره آفرا رو ریجکت میکنه، میگه مثلا آفرا رو قبول ندارم. یعنی وایساده واسه آفر بیشتر. اینه. اوکی بچه تایم تموم شده، مهدی هم جواب بدیم چون دستش خیلی وقت بالا بود. سلام، خسته نباشید. من خیلی سریع میگم. ببخشید اولا عذرخواهی میکنم، یک کم سوال من ممکنه پیش پا افتاده باشه، ولی بحث اینه که ببینید، حالا بحث نتورکینگ رو لینکدین و من خودم انجام میدم، اینی که به هر حال حالا شما هم که فرمودید از کجا پشت بدین، ولی به هر حال رکروتر میگه که رزومت رو به من بده. حالا زمانی که وقتی حالا جاب میاد اون اپلای یا اگه نزنیم باز یا رو رکروتر میگه که خب رزومت رو من ندیدم، یا اگرم بفرستیم باز ممکنه اون وسط گم شده باشه. نمیدونم، اینجا من هنوز یه ذره گیج میخورم واقعیت که چیکار بکنم. و دو اینه که من الان این رکروترها و دایرکتورها رو که سرچ میکنم، یه سریشون اصلا دیگه فقط نوشته مسیج، هیچ چیزی نداره که من بتونم تو کانکت بزنم که تو نتورکشون بمونم. حالا به خصوص نمیدونم چرا اینجوریه، من اینو متوجه نشدم. چرا من فقط سوالتو مسیج؟ نفهمیدم. میگی اپلای خب اپلای میکنیم، مشکل چیه؟ من نفهمیدم. میگی شما اپلای فرمودید که مستقیما اپلای وقتی مثلا سرچ کنید مستقیما اپلای شاید میره بین 1000 تا رزومه گم میشه. درست. ولی اینی که وقتی با رکروتر نگوشییت می‌کنی بعد میگه که آقا خب حالا رزومت رو فرستادی. این درسا رو باید بری یه بار دیگه ببین. من اینو درسا رو خوندی ولی کامل نه. برای همین بچه‌ها میرن یه کورس رو 3 بار میبینن. خب ببین مهتاب میدونم، مهتاب میتونه ببین من گفتم که شما یه روش اینه که وقتی اپلای میکنی گم میشه. گفتم یه روش اینه اپلای بکنی بعد بری فالوآپ بکنی که رزومت رو بکشن بیرون. نگفتم نکن اصلا، که اپلای کن ولی باید فالوآپ بکنی، چون اپلای بدون فالوآپ معنی نداره. یا خیلی مثلا 1 در میلیون جوابتون میده. یا اول نتورک کن، نتورکتو بساز، بعد از اون طریق برو. به هر حال شما باید اپلای بکنی، نگفتم اپلای نکن، باید اپلای بکن. بعد این یه سریایی که فقط مسیجه، این من جریانش رو نفهمیدم چرا دیگه اون استریک کرده. خب وقتی خیلی بهش مسیج میدادن فقط مسیجه یعنی چی؟ ببینید مثلا یه تعداد هست، من وقتی کلیک میکنم کانکت میزنم، حالا اگه پندینگ باشم اکسپت کنم من میرم تو اون نتورک، یعنی میاد تو لیست من. خب ولی یه سری اصلا اینطوری نیست، فقط مسیج بازه، یعنی من کلیک بعد میکنم اصلا نکته اینه ببین تو لینکدین مسیج هیچکی باز نیست مگر اینکه تو کانکشنت باشه. پس مرحله اول اینکه سند کانکشن میزنی، یه نوت میتونی بزنی. اگر کانکشن تو اکسپت کنه بعد میتونی بهش مسیج بزنی. اگه مسیجش بازه یعنی تو نتورکته. نه نیستم، اینا جدیدم، من جدید سرچ کردم. خب نمیشه. اگه مسیج میتونی بزنی مسیج بزن دیگه، مشکل چیه؟ هدفم اینه که اصلا ما کانکشن میفرستیم که مسیج باز شه. اگه مسیج بازه که دیگه مسیج بازه، مسیج تو بفرست براش دیگه، مشکل چیه؟ جواب خودتو دادی. من اگه مسیج بازه جواب راجع به همین داستان امروز منم به همین مشکل خودم ایمیل کردیت داره که 15 تا با پریمیوم این اون مسیج نیست، اون ایمیل کردیته. درست. این بچا ترما رو درست بگید. یه چیزی میگید اصلا نکته اینو توی اون کلاس اینترویو هم گفتم، خیلیاتون مشکل زبان دارین همینه، کلمات رو اشتباه استفاده میکنین. یه کلمه میگی مسیر اینترویو رو میبری یه جا دیگه. کلمات خیلی مهمه بچه‌ها. شما هیچ وقت تو زندگی از این به بعد دیگه به ایمیل کردیت نباید بگی مسیج، چون اصلا تاپیک رو عوض کردی. مسیج رو بهت گفتم، مسیج یعنی اینکه شما کانکشنت باز میتونی مسیج بزنی. اگر کانکشنت نیست یا باید کانکشن بفرستی که مسیج بزنی، یا ایمیل کردیت که لینکدین پرمیوم بهت میده، اونم محدوده، نمیدونم 5 تا 15 تا محدوده، خیلی نمیتونی بفرستی. خب اون ایمیل کردیتاتو برای جابای دیگه خیلی خفنت میذاری، یعنی چون ماهی 10 تا داری 5 تا داری همه رو. یا کانکشن هم بعضی موقع چه صفحه اول نیست، باید برین تو اون 3 نقطه، بعضیا که نمیبینی اون 3 نقطه رو بزنی اون پایین کانکشن میاد. شاید این شده، وگرنه تقریبا همه اون چیز کانکشن رو دارن، فقط پندینگ میمونه. اون 3 نقطه رو بزن کانکشن میاد. آره. ولی ایمیل کردیت اونی که میگه اونو نگرد برای مبادا. خیلی ممنون. ولی اپلای. خب
بچه‌ها دیگه تایم تموم شده، سوال نمیتونیم جواب بدیم، ولی مهتاب فکر کنم یه جمله راجع به اینترویو می‌خواستی بگی، راجع به دوشنبه‌ها می‌خواستی بگی، اونم بگو دیگه رپا کن. سلام. یه جمله خیلی کوتاه میخوام راجع به دوشنبه ها بگم. بچه ما جلسات دوشنبه ها مال ممبراست، قرار خودمون بسازیمش. چیزی که من تا امروز دیدم اینه که یه مقدار پروداکتیویتی این جلسات اومده پایین و یا این که وقتی ما میایم توی جلسات خیلی آنچه که میدونیم و تجربه کردیم رو شیر نمی کنیم، یا حالا راحت نیستیم یا whatever، مثلا دنبال دلیلش نیستم. فقط میخوام بگم اگه قرار باشه جلسات دوشنبه ها ادامه پیدا کنه، نیاز واقعا به تک تکتون هست و این یه جاییه، یک اسپیسیه که آنچه که داریم از الکس یاد میگیم رو میتونیم با هم پرکتیس کنیم، بهش از یک اپورتونتی نگاه کنید و اگه واقعا قرار ادامش بدیم باید خیلی جدیتر، خیلی حرفه‌ای‌تر ببریمش جلو. من قبل از این میتینگم یه پست گذاشتم، نظرسنجی میخوام بکنم و لطفاً حداقل اونجا نظرسنجی رو شرکت کنین که بیستان اون با نظر همه تصمیم گرفته بشه، نه اینکه من صرفا یه تصمیمی بگیرم و الکس ساپورت کنه. فقط خواستم اینجا این هدزاپ رو بدم، مخصوصا برای بچه‌هایی که جدید اومدن. یه اسپیس میتونیم از این فرصت همه با هم استفاده کنیم، همه با هم دیگه پیشرفت کنیم، یا اینکه بگیم اوکی نمیخوایمش، هر کسی جداگانه هر قدری که میخواد از این به قول معروف سفره‌ای که بازه اون غذایی که میخواد رو برداره. It's up to you. بیایم با هم بسازیمش. اینو اضافه کنم بچه‌ها، بعد از این دوره ترانسفورمیشن، در واقع اینترویو و پابلیک اسکرین ترانسفورمیشن، ما یک متد جدیدی هم ساختیم، چون من حالا اونایی که نمیدونن فاوندر توست ماسترز، کورپوریت توست ماسترز بودم سالها و اصلا ریکگنایزم با توست ماسترز، اونایی که میشناسن، و اومدیم یه متد جدیدی درست کردیم اسمش گذاشتیم الکس ماسترز و دوشنبه ها دیگه روی الکس ماسترز میریم جلو. حالا اینو قراره که چیزاتون رو آمادگیتون رو به مهتاب بگید، یه ترکر درست میکنیم، هر هفته 2 نفر والنتیر میشن اسپیچ بدن، بقیه ریویوش کنن طبق همون کاری که توی کلاسا کردیم و دیگه روی اکسل ترکر میریم جلو، همه چی ارگانایز باشه. هفته 2 نفرم از این ادوانس شما بوک میکنی، مثلا میدونی که 4 هفته دیگه میخوای اسپیچ بدی، از الان تمرین میکنی اسپیچتو و تیبل تاپیک هم میذاری، یعنی تیبل تاپیک رو که همه دارن، همه تمرین میکنن، ولی اون اسپیچ دزیگنیتد اسپیچ هم از الان اسکیجول میکنیم واسه 4 هفته آینده که همه بدونیم دوشنبه ها چه اتفاقاتی داره میفته. من خودم هم بعضی موقع میام بهتون فیدبک. اوکی، پس با مهتاب در ارتباط باشیم، پستش رو برید، مسیج بدید، هر کی میخواد شرکت بکنه براش کامنت بذاره که ما لیستا رو داشته باشیم و بعد دیگه ترکر رو من و مهتاب میبریم جلو بهتون میگیم. دمتون گرم بچه‌ها، 10 دقیقه گذشت. مرسی، خیلی فیدبک های باحالی دادین، خیلی باحال بود. بهنود شیرت بکنیم یا نکنیم؟ تگم کنید. همه رو تگم کنید. اصلا دیل من با شما اینه، من اصلا رایگان، شما ترمز اند کاندیشنز رو باید خونده باشی اومدی تو. دیل من با شما اینه، شما رایگان میای اطلاعات اینسایدر رایگان میگیری که من از فیدبکاتون استفاده کنم، یعنی هر عملی اینجا انجام میدی، رکوردینگ ها فلان اینا همه قابل استفاده مارکتینگ، برای همین فریه، وگرنه باید 10000 تگم کنید حداقل دفعه، حداقل بذارم میذارم استوری میکنم، بگید بهم، استوری میکنم میگم هر کی کارش به من، مثلا طرف میاد تو اینستاگرام هی به من لایک میزنه، هی مسیج، مثلا من بعد 2 هفته میفهمم که این بچهای ممبر خودمونه، چون اونقدر استرنجر هست. برید ببینید کامنت ها رو، 3000 تا میان 7 میذارن، بعد همون 7 تا میان تو داد، من گم و گور میکنم. اگه بدونم که بچهای کامیونیتی هستی و اینترستد هم هستی تو افیلیت مارکتینگ، برید کورس افیلیت رو ببینید. اگه اینترستید بگید، من از این به بعد اصلا خودم دیگه لینک نمیدم، میگم آقا برید با بهنود صحبت کنید، برید باش، مثل شیدا اومده الان دارید، میگم برید با بچه‌ها صحبت کنن، هم با دیده بهتری میان تو، هم یه رفیق دارن، هم 30% هم شما استفاده میکنید، باحال‌تره دیگه، همه حال میکنید. من این اصلا باشه بیاد به من توی اینستاگرام بگه افیلیت، بگه من افیلیت میخوام که من تگ میکنم. ببخشید الکس جان، این وقت دارم میگم، اصلا همین این لینکدینی که دارین به همه یاد میدین که چی ترک بکنیم، سیلز فانل دیگه. شما
به 100 نفر ریچ میکنی، 20 نفر میاد، 2 نفر بهت اوکی میده. دقیقاً برای همین کارا میشه، برای افیلیت هم میشه همینجوری سیلز فانل درست کرد. اصلا شما میتونید این به بعد رو لینکدین هم سیلز بیارید، لید بگیرید. رو لینکدین هایی که نوشتن اوپن تو نتورک، اونا همه بیکاره. برید بهشون ریچ اوت کنید، بگید بیا من یه کامیونیتی بهت معرفی میکنم، زندگی عوض شه. تمام شده رفت. لینکو بده بهش. 30% میگیری، هیچ کاری هم نمیکنی. من همش دارم همه کارا رو ما داریم میکنیم. تمام شکایت ها با ماست، ریفاند ها با ماست، قرض زدن ها با ماست، کانتنت ها ما باید درست کنیم، ما باید موتیویت نگه داریم، ما باید استراکچر، ما باید پول پلتفرم بدیم، ما باید پول تبلیغات رو بدیم. شما میای لینک میدی 30% میگیری، تمام شده رفت. هر ماه هم میگیری تا موقعی که اون هست تو کامیونیتی. شما میگی لایف تایمه، اینطوری یه بار بگی، هر ماه میگیری. هر ماه قبل اینکه بیاد تو حساب ما میاد تو حساب شما. اینم نکته جالب‌تره، یعنی دیگه وای نمیسی یکی پی کنه. به محض اینکه پی میکنه میاد تو اکانتت، میبینی گذاشتم بهت کورس افیلیت، ببینی کامل چند تا پست توضیح دادم افیلیت چجوری کار میکنه، لینکت از کجا پولات میاد. پولات هم که بیاد تپ میزنی وصل میشه به استرایپ، میاد تو اکانتت. هر جای دنیا باشی یو اس دی پول در میاری. تمام شده. اینم حل مشکل بیکاری. برید شبتون بخیر. خداحافظ بچه.